گلهای جاویدان، برنامه شماره 157. هستی اگر این است که این مذهب ماست. این ابیات عرفانی دلانگیز و شیوا از سراینده است فرزند شاعری متخلص به بهجت، مردی وارسته، معلمی واقعی و صورتگری چیره دست. وی آوای دل خویش را گاه بر پرده بیرنگ با رنگها و سایه روشنهای دلپذیر بیان می داشت و از شعرای به نام قرن اخیر است و از مردان خدمتگزار فرهنگ ایران. از فرصت شیرازی علاوه بر غزلیات، ترجیعات، مقطعات، مثنویات و مراسی که خود در دیوانی جمع و یک بار به چاپ رسانیده، نوشتجات و منشآتی باقی است. از آن جمله مختصری از تاریخ مشروطیت ایران که به نام حالات وی در آغاز دیوانش ملحوظ و منظور است. دیوان وی بار دیگر اخیراً به همت علی زرین قلم با تصحیح به طبع رسیده است. در غزلهای فرصت کمتر ابیات سست به نظر می رسد. اشعارش را می توان تا حد قابل توجه و ملاحظه یک دست شمرد و این می رساند که سراینده بیشتر در بند کیفیت بوده تا کمیت و نیز از منتهای دقتی که در تشبیهات و استعارات و ارسال المثل ها به کار برده، می توان گفت که فرصت همواره کوشا بوده تا اشعارش ساده، روان و بی تکلف و تصنع باشد. در بیان مفاهیم و به هنگام ترصیع کلام رایحه‌ای از تأثیر نفوذ حافظ به مشام رسد. شرم با لب شیرین تو ما راست حلال، بیخبر زاهد از این ذوق که در مشرب ماست. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بیخبر ز لذت شرب مدام ما. شبی گره ز سر زلف یار باز کنم، بدین بهانه مگر قصه اش دراز کنم. معاشران گره از زلف یار باز کنید، معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه‌اش دراز کنید.
فرصت از پیروان سبک سعدی و حافظ است، ولی ارادت او به حافظ به حدی است که در اواخر عمر 69 ساله خویش برای خود گوری در جوار آرامگاه لسان الغیب آماده کرد که طبق آخرین میلش در آن مدفونش ساختند. از زلف تو در حلقه ما دوش سخن بود، گویی به مثل شرح پریشانی من بود. لعلت به سخن آمد و کس باز ندانست، شکر به لب لعل تو یا آنکه سخن بود. آن خال سیه بود بر آن عارض سیمین، آن خال سیه بود بر آن عارض سیمین، یا نقطه از قاریه بر برگ سمن بود. با خیال تو پری روی عجب خوست
مرا و چندی باریک تر از موست مرا. با خیال تو پری روی عجب خوست مرا. و باریک تر از موست مرا. خشم و کین، جور و ستم، لطف و عطا، مهر و وفا، به خدا گرز تو باشد، به خدا گرز تو باشد همه نیکوست مرا. شدم این همه سر گشته که در عرصه
این همه سرگشته که در عرصه عشق دل به چوگان سر زلف تو چون گوست مرا با خیال قد چون سرو تو شبها به سحر با خیال قد چون سرو تو شب تا به سحر بر سر کوی تو چون فاخته کوکوست مرا
تا ندانند که من مایل دیدار توام، دل همی پیش تو دیده به هر سوست مرا. از چه برهم زنی ای باد صبا، از چه برهم زنی ای باد صبا، گیسویش دلی آشفته در آن حلقه گیسوست مرا. دلی آشفته در آن حلقه گیسوست مرا. فرصت از پیروان سبک سعدی و حافظ است، ولی ارادت او به حافظ به حدی است که در اواخر عمر 69 ساله خیش برای خود گوری در جوار آرامگاه لسان الغیب آماده کرد که طبق آخرین میلش در آن مدفونش ساختند. با دل خیش ز جور تو حکایت کردم، با دل خیش ز جور تو حکایت کردم، آه کز خیش به بیگانه شکایت کردم. مجمع ما همگی دوش پریشان گفتند، از سر زلف تو چون یک دو حکایت کردم. قصه روز قیامت همگی آمد راست، قصه روز قیامت همگی آمد راست، وصفی از قد بلندت چو روایت کردم. گفتم از فرصت دلخسته نظر باز مگیر، گفت سویت نظری هم به عنایت کردم. این هم گلی بود جاویدان از گلزار ادب ایران، گلی که هرگز نمیرد. شب خوش. آنچه به سمع رسید برنامه شماره 157 گلهای جاویدان بود که با شرکت آقایان عبادی، تجویدی، کسائی، فاخته‌ای، جلیل شهناز، حبیب الله بدیعی، اکبر گلپایگانی و امیر ناصر افتتاح تنظیم گردیده. گویندگان روشنک و ثابت ایمانی.